از یگان کس قرض نگرفتم و به یگان کس نیست قرض دادگی نیستم. اگر مثلا یگان کس قرض بگیرید، اگر یگان کس حجت داشته باشد، مثال شناسای نزدیکم باشد، چرا نمیتونم؟ نه یگان بار نه قرض دادم نه قرض گرفتم. خب اگر قرض پرسان میتید؟ پولی ندارم که خیلی قرضیم. همه زندگی خودم 100% تأمیناتم تمام. خیلی محتاج هم میپرسم. همه خیلی آدمایی هستن که خیلی کمتر ثروتمند یاردم میکنن. خیلی در موردهای ضروری گرفتم از دوگانه هایم و باز برگردانیدم. از شما هم قرض گرفتاری هست؟ میشود این کارها بین دخترها. مثلا بود وقتهایی که در آنها ضرور بود گرفتگیم. من گپ پرستش در می حیات نه قرض گرفتگیم نه قرض دادگیم. برای چی با گفتنده قرض یکی بگیری و با قرض گرنده و دادن نتونی، این هم گناه های. برای همه تمام همه شهروندان خواهش میکنم که کدام که قرض بگیره و قرض دادن نتونن، ایو گرفتن و نگرفتن 100 بار بهتر خوبتره که خداوند در آخرت در عذاب خودش گرفتارش نکنه. قرض در حالتایی که احتیاج زندگی شود در زندگی خودم و اویله از آدمای قدردان قرض میگیرم و شخصانی که از من قرض میپرسن از آدمای شناس خودم با قرضم میدهم برای مثال بود کردن احتیاجات یکدیگر. ولی میشود حالت‌هایی که مثال خود من شخصا قرض میگیرم، بعضی حالت‌های میشود که قرض میدهم ولیکن بعضی موردها بر نمیگردونم. خیلی متاسفانه زندگی وزین است، همه میدونن. مثال حالت‌های میشن همون آدم با ضرور است، حساب ضروری وزنی زندگیشون میبیاین میتیها، لیکن خوبترش مثال همون اندکی وقتی کوتاهی که معین میکنن که خود همون شخص همون وقتی معین با آورده تیان خیلی میفهمم مثال رفیقای نزدیک دوستی نزدیک، لیکن خوبترش شخصا به فکر من نگیرم برای که این خودی من مثال میگیرن بر نمیگردونن حالتای میشود. خیلی از حساب دوستی میتیم بعضی آدما هستن از حساب شخصی نزدیک هست میتیم لیکن بر نمیگردونن. بسیار حالت ها میشن بر نمیگردونن. برای متاسفانه آدمیزاد همه خیلی هست که یا دلش میموند یا مثال میخوای که نتی همون پول نتی، لیکن میبیاید همون شخصی نزدیکت رویت نمیشه، میگه خیلی مایلش میتی لیکن بر نمیگردونن. انا هم مثال آدم با کمک سخت میرسد.